بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خواهر مسلمانم، گاهی در زندگی پیش می آید که آب در دسترس نیست یا استفاده از آن برای وضو و غسل ممکن نیست. اینجاست که نعمت بزرگ به نام تیمم از جانب پروردگار برای ما تشریح شده است. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. سوره مائده آیت 6. ترجمه: پس اگر آب نیافتید با خاک تیمم کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، رواه البخاری: زمین برای مسجد و پاک کننده قرار داده شده است. پس خوب است بدانیم برای ما تیمم چه زمانی مشروع است. وقت آب نیست. وقت استفاده از آب ضرر دارد، بیماری، سرما یا زخم و غیره انسان دچار شده باشد. چگونه تیمم کنیم؟ اول باید نیت کنیم. دوم، زدن 2 دست به خاک پاک. سوم، کشیدن دست ها بر صورت. چهارم، دوباره زدن و کشیدن هر 2 دست تا آرنج. پنجم، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها در سفری گردنبند خود را گم کرد. لشکر توقف کرد و آب تمام شد. وقت خداوند تیمم را نازل کرد. آیه تیمم را نازل کرد. اسید بن حضیر رضی الله عنه گفت: ای خانواده ابوبکر، شما همیشه خیر برای مردم هستید. پس بدان ای خواهرم، اسلام دین آسان و رحمت است. تیمم رحمتی است برای کسانی که در سختی اند. آن را یاد بگیر و به دیگران هم بیاموز. السلام علیکم و رحمت الله.